سلام بچه ها، چطورید؟ اینجا مهدا کنکوره، مؤسسه مهدا. هر چیزی که برای کنکور نیاز داشته باشید اینجا ما پوشش میدیم. هر رشته‌ای، هر پایه‌ای، نهایی، تستی، تشریحی، هر چیزی که برای کنکور لازم داشته باشید تو این کانال میتونید پیدا بکنید. مثل الان که اومدیم با دوره جامع ریاضی تجربی کنکور. این دوره چطوریه؟ چند تا ویژگی داره این دوره. به عنوان پیشگفتار سریع میگم که سریع بریم سراغ درس، وقتمون الکی تلف نکنیم. اولین نکته اینه که این دوره خیلی کوتاهه، ولی این کوتاهیش به معنای این نیستش که ما از مفهوم زدیم، از جزئیات کتاب زدیم برای اینکه کوتاه بشه. نه، هدفمون از کوتاه بودن این بوده که دانش آموز دیگه خیلی بد بخونه تو 3 ماه جمعش بکنه. در صورتی که به صورت متوسط هم اگه این ویدیوها رو نگاه بکنه، تستاشو بزنه، میتونه تو 2 ماه کل ویدیوها رو ببینه، تستا رو هم بزنه، ریاضی رو واقعا تموم بکنه. وقتش الکی تلف نشه، بره 60 تا ویدیو ببینه که هر کدوم 3 ساعت 3 ساعت و نیم باشه، جوری که بقیه جاها ویدیو پر میکنن. این مدلیه. پس ویژگی اولش این بوده که کوتاهه. دومی چیه؟ کامله. هم نهایی رو پوشش میدیم، هم تستیا رو به صورت مفهومی با اثبات تمام قضایا، تمام مراحل ریاضی. جوری نیستش که من بیام یه فرمول بهتون بگم، یه نکته بهتون بگم و بگم حفظش کنید. نه، کامل با جزئیات بهتون گفته میشه جوری که یاد بگیرید و بتونید ازش استفاده کنید تو کنکور. نکته بعد، کوتاه بودن حجم ویدیوهامون. اینکه خیلی فشرده میخوایم کارا جمع بکنیم هم از تعداد فصل هامون میتونید ببینید. فصل هایی مثلا مجموع الگو دنباله یا معادله تابع درجه 2، نامعادلات گویا تعیین علامت، هر کدوم از اینا 2-3 تا فصلن. ما اینا رو کردیم توی یه فصل که فشرده با جزئیات بهتون بگیم، جوری هم که وقتتون تلف نشه. حالا کنارش تست میذاریم کانال. آیدی کانال تلگراممون اینجا هستش، این پایین. کنار ویدیوهایی که تدریس میشه ویدیو تستی هم داریم، یعنی هم آموزش میدیم هم تست میزنیم. تازه توی کانالمون هم دوباره تست میذاریم اضافه بر سازمان. ولی اگه کسی بخواد اضافه بر تمام اینها بازم تست بزنه، کتابایی که ما پیشنهاد میکنیم نردبان ریاضیه برای خیلی سبز که کتاب خیلی خوبی هم هست. بعدیش مهر و ماه ریاضی جامع، بعدی IQ ریاضی جامع گاجه، بعد خیلی سبز جامع هم خوبه. البته اینو بهتون بگم، همه کتابای توی بازار خوبن، حتی اون کتابایی که قلمچی میزنه زرد آبی قهوه‌ای نمیدونم که کیلویی تو انقلاب ازتون میخرن، انقدر ارزشش پایینه، کیلویی 2-3 هزار تومان ازتون میخرن، همونا رو هم اگه بخونید واقعا ریاضیتون اوج میگیره، چون اکثر کتابای تو بازار سطحشون با هم زیاد فرق نمیکنه. مهم اینه که درس رو بخونید. ولی خب این کتابا نسبت بقیه بهترن. نردبان و IQ برای سطوح بالا، برای کسایی که سطحشون پیشرفته تره بیشتر پیشنهاد میشه. خیلی سبز جامع و مهر و ماه هم برای اونایی که متوسط روی پایینن، میخوان آسته آسته بیان بالا، برای اونا خوبه. اگه واقعا ریاضیتون خیلی ضعیفه، جوری که جمع 2 تا کسر رو نمیتونید انجام بدید، شما باید پایه‌ای که مشکل دارید رو پیدا بکنید. مثلا اگه هفتم مشکل دارید، برید کتاب درسی هفتم رو بخرید، هشتم رو بخرید، نهم رو بخرید، چون مشکلتون تو هفتم بوده دیگه. هفتم مثلا کوتاهی کردید یا معلمتون بد بوده، هر شرایطی که بوده، به هر حال نتونستی اون تایم درس بخونی، میری فقط کتاب درسی اون سال رو میخونی. فقط همون کتاب درسی کفایت میکنه. مطمئن باش ریاضیت هر چقدر هم ضعیف باشه دگرگون میشه. پنجم مشکل داری، از پنجم به بعد. هفتم مشکل داری، از هفتم به بعد. اگه مثلا تناسب نمیتونی انجام بدی، جمع 2 تا کسر رو نمیتونی انجام بدی، باید بری از کلاس دوم سوم شروع بکنی، از سوم چهارم. اگه فاکتور گیری نمیتونی انجام بدی، مختصات و اینا نمیدونی، باید بری از هشتم نهم اینا رو بخونی. ولی خب ما ریاضی رو تو این دوره از صفر شروع میکنیم،
صفری که یه نمورم میزنه به نهم، از نهم هم انگار یه ذره داریم شروع میکنیم. پس اگه تا نهم اوضاعتون خوب بوده، دهم، یازدهم، دوازدهم و بد کار کردید، لازم نیست حتما برید کتاب دهم، یازدهم، دوازدهم بشید بخونید. ما اینجا پوشش میدیم مفهومی، با جزئیات کامل میریم جلو. تو خود جزوه‌ای هم که برای شما آماده کردیم تست های قرار دادیم که از کتاب نردبان خیلی سبز. تست خوبی داشته، سطحش جوری بوده که تنه به تنه کنکور بوده، به خاطر این تستاش هم تو جزوه قرار داد. دوره رو بستیم برای این که بعد 3 ماه 3 ماه و نیم دیگه برید سمت سنجش. دوره از صفر، کامله، با جزئیات، از دستش ندید.